و مرحله چهارم المسئله الرابعه، مسئله چهارم الصبر علی الاذى فی، صبر نمودن در آن چیزی که در آن آزار و اذیتی که بر بالای شخص می آید. صبر کردن بر آزار و اذیت در راه الله. شاید اولین مصیبت که بر بالای انسان می آرند این شاید از خانواده خود شروع شود. و صبر در لغت عرب به معنی بازداشتن نفس خود است و در شریعت بازداشتن نفس بر سه چیز است: صبر بر طاعت الله، صبر از محارم الله، معصیت الله، دوری از حرام، و صبر بر تقدیر الله. وقتی که انسان بر مصیبت گرفتار میشه باید صبر کرد. الله میفرماید که الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، آن پروردگاری که مرگ و حیات را آفرید تا شما را بیازماید که کدام از شما نیکوترین عمل را انجام میدهید. نگفت اکثرکم بیشترین عمل را انجام میدهید. نیکوترین عمل نزد الله قبول می شود، بهترین عمل. باید مسابقه ما در بهترین عمل باشد، نه بیشترین عمل. عمل بیشتر که مخالف سنت باشد برای انسان وبال است. مثل صوفی هایی که بسیار ذکر می نمایند بر مخالف شریعت است، عمل های ذکرهای شرکی و کفری و بدعتی است، برای انسان منفعت نمیبخشد. برای همین اون آیت در سوره ملک آیت دوم است. مسئله خیلی نیکویی را در اینجا ذکر می‌نماید و پیامبر الله صلی الله علیه و در حدیث فرموده که اذا احب الله قوما ابتلاهم، هنگامی که الله قومی را دوست دارد آنها را آزمایش میکند، آزماید، امتحان میکند. فمن رضی فله رضا و من سخط فله سخط، هر کس راضی شود راضیگی از آن اوست، خوشحال و خوشبختی از اوست، و هر کس ناراضی شود سزاوار ناراضگی میگردد. روایت ترمذی است. و باز رسول الله فرمودند اشد الناس بلاء، این سخت‌ترین امتحان ها را و مصیبت ها را انبیا سخت‌ترین ابتلاها را گرفتند، کشته شدند، پاره شدند، چقدر عذاب و شکنجه از جانب دشمنان اسلام داده شدند، چون درجه ایمان آنها بلند است، صبرشان بیشتر است، رساله آنها عظیم است. و در دوام حدیث چی فرمود؟ والامثل فالامثل، بعد انبیا ابتلا می شود کسانی که از انبیا پیروی کردن و کسانی که از علما پیروی کردن، از جهت تقوا و ایمان داشتنشون، واسطه بر ایمان، تقوا، پرهیزگاری، دینداریشون ابتلا و امتحان قرار می گیرند. و آزمایشی که می شود این نشانه غضب نیست، بلکه نشانه نزدیکی به الله است و بلند شدن درجات بنده در نزد پروردگار. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که هر کی الله برای او خیر بخواهد مصیبتی را برای او می آورد، با مصیبت او را می سنجد. روایت بخاری. پس صبر ستون اساسی دعوت است، هیچ راه خیر بی آزار نیست. بارک الله فیکم. پس دلیل بر این چهار مسئله که ما امروز بیان کردیم، سه مسئله که امروز بیان کردیم، مسئله چهارم رو ما در درس گذشته بیان کرده بودیم، العلم بود. دلیل جنبستی این چهار مسئله سوره عصر است که سوره عصر رو هر یک ما و شما حفظ میدونیم. الله میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام الله بخشنده و بینهایت مهربان. والعصر، قسم به عصر، زمان، دهر، که انسان بیشک در خسارت است، در هلاکت است، در هلاکت تام است. الا الذين آمنوا، مگر آن کسانی که ایمان آوردند و عمل الصالحات و کارهای شایسته انجام دادند و تواصی بالحق و بسوی این حق دعوت نمودند و تواصی بالصبر، بسوی این صبر، بسوی این حق صبر کرد دعوت نمودند. والعصر گفت واوی قسم است در اینجا، یعنی که حرفی که برای قسم خوردن استفاده می شود و در اینجا الله عز و جل با وقت، با عصر، با این زمانه قسم خورده ایستاده است، چون این وقت اهمیت بزرگ و مقام بلندی آن را بیان کند برای ما شمایان و مراد از عصر تمام زمان را در بر میگیرد. والعصر واوی قسم است و هر قسم جوابی دارد و جواب قسم در اینجا سخن او تعالی ان الانسان، و درسته که تمام انسانیت، مراد از انسان در اینجا گفته شده است که قول بعضی از علما کافر است، تمام کافران. این قول ابن عباس از رضی الله عنهم. و گفته شد که مراد از جنس انسان است. در این صورت تمام انسان کافر و مؤمن را در بر میگیرد، یعنی تمام انسان در هلاکت تام است، در بدبختی تام است. پس اگر مراد تنها کافر باشد آنگاه معنای ان الانسان لفی خسر، البته انسان در خسارت است تنها برای کافران، اما اگر عام باشد برای تمام انسان، کافر مؤمن. هلاکتی اگر که در کافر باشد، بعد درسته که تمام انسان‌ها در هلاکت هستند، اگر برای کافر باشد هلاکت کامل است، زیان مطلق است، دیگر نجاتی نیست، هلاکت ابدی است. ان الانسان لفی خسر، بعد درسته که انسان در هلاکت، بدبختی، زیان مطلق است. هلاکت یعنی عذاب در عذاب شدید، در کمبودی و زیان عظیم است و نجات، راه نجات برای او نیست. اما اگر برای مؤمن باشد،
چون یک تفسیر دیگره برای مؤمنان هم چیز راه هلاک نیست، راه نجات نیست مگر با این 4 مسئله. مگر این 4 مسئله که در این سوره عصر ذکر شد. الا الذين امنوا گفت اول، مگر آن کسانی که ایمان آوردند، یعنی به الله متعال ایمان آوردند، او را با توحید با یگانگیش شناختند و عبادت کردند و صرف عبادت غیر الله نکردند، برای او سبحانه و تعالی خضوع و فروتنی را قرار دادند، نه از برای غیرش، از او دعا و کمک یاری مدد تمام احکام عبادت را صرف کردن نه برای غیرش، او را اطاعت کردن نه غیرش را، ایمان آوردن که علم پیدا کردن، معرفت الله. الا الذين امنوا مگر آن کسانی که ایمان آوردند، اول آموختند، یعنی علم پیدا کردند. این خود دلیل مسئله اول است، چون ایمان به پایه علم پیوند است. ایمان به پایه علم و عمل بنا شده است، چون یک در آیه بالا بیان کردیم. و ایمان شرعی، ایمان اصلی، ایمان شرعی، ایمان صحیح و درست بر 3 رکن به طور تفصیل بیان شده است. یکم اعتقاد با قلب، با دل، دوم اقرار با زبان، سوم عمل با عضوها، با جوارح. اگر کسی تنها اعتقاد با قلب بگوید و بس، وی راه گمراهی را انتخاب کرد، به مثل مرجعه ها. یا کسی که اعتقاد با قلب، اقرار با زبان گفت و بس، اینم راه هلاکت را انتخاب کرد. اما کسی که اعتقاد با دل، اقرار با زبان، عمل با عضوها، با جوارح را داخل کرد، این 3 قسمت شد، پس ایمان وی انسان پوره شد، اهل سنت قرار گرفت. و علمای تفسیر گفتند که این سورت تمام راههای نجات را جمع کرده است. یکم ایمان، علم، دوم عمل، سوم حق و سوی حق دعوت کردن و چهارم صبر کردن. الله سبحانه و تعالی در این سوره عصر با عصر قسم خورد، یعنی با زمان که مالکیت و ارزش بزرگ دارد. هر انسان در هلاکت و خسارت است، در حالت تلف شدن است، در زیانکاری بزرگ است. و در اینجا چقدر استثناء کرد، الا گفت مگر آنهایی که این 4 اصل برای نجات. یکم ایمان این دلیل مسئله یکم است، علم آموختن، زیرا ایمان با علم و عمل بنا شده است. اعتقاد قلب، گفتار زبان، عمل عضوها. دوم عمل صالح، دلیل برای مسئله دوم است، عمل کردن. و تواصی بالحق گفت، دعوت به سوی حق، دلیل مسئله سوم است، دعوت کردن. و تواصی بالصبر، دلیل مسئله 4 است، صبر کردن. این سوره کوتاه که عبارت از 3 آیت است، به مثل یک قانون نجات است. هر کسی که از این 4 مسئله پیروی کند نجات می‌یابد. ایمان با علم و اطمینان، عمل با اخلاص، دعوت به سوی حق با نرمی و حکمت، و صبر در این راه از آزار و اذیت‌ها و امتحان و ابتلاها. پس هر کسی که این 4 چیز را در خود جمع کند، بردباری بزرگی به دست آورده است. و کسی که آن را ترک کند در زیان است، حتی اگر بزرگ هم باشد، مال زیاد هم داشته باشد، جایزه و عنوانهای بزرگ هم داشته باشد و کتف‌هایش هم بلند هم باشد، برایش نجات نیست. و عمل الصالحات، مگر آنهایی که ایمان آوردن و عملهای صالح، کارهای شایسته انجام دادن. دلیل مسئله دوم عمل کردن. و تواصی بالحق، به سوی آن دعوت نمودن، دیگران را توصیه کردن به سوی این حقی که خودشان در این روشانی افتادن. پس حق و تواصی بالحق، به حق دعوت کردن. مفسران در واژه گفتن این حقی که در اینجا در سوره عصر ذکر شده است، افادهای گوناگون گفتند. قوم گفتند که حق این توحید است، و دیگران گفتند حق این قرآن است، و دیگران گفتند حق این پیروی سنت است. ولی همه این تفسیرها معنی یک است، برمیگردد بر حقی تنها که یکتاست، آنچه که پیامبر صلی الله علیه و آله آورده است. و تواصی بالصبر، یا دیگر را با سوی صبر توصیه کردن، این دیگران را با سوی صبر وصیت نمودن. صبر 3 قسمت دارد: صبر بر طاعت الله سبحانه و تعالی، صبر از نافرمانی او سبحانه و تعالی، و صبر بر قضا و قدر. و سپس مؤلف رحمه الله تعالی، مصنف گفته است، امام شافعی رحمه الله تعالی فرموده است: لو ما انزل الله حجة على خلقه الا هذه السوره لكفتهم. اگر الله برای مخلوقاتش دیگر حجت نازل نمیکرد جز همین سوره عصر، آنان را کافی بود. امام شافعی رحمه الله تعالی با این سخن بزرگی سوره عصر را نشان میدهد. چرا؟ زیرا این سوره با چند آیت کوتاه تمام راه نجات را جمع کرد. ایمان را، باور به الله و پیامبرانش، و عمل صالح، عملهایی که با ایمان مربوط هستند، قرآن و سنت، و توصیه به سوی حق، دعوت و یاریدهی به سوی حق دیگران را،
و توصیه با سوی صبر استواری در راه حق حتی در میانی اگر انسان در آزمایش ها بیفتد. این سوره کوتاه است، راه نجات است، اما منهج کامل مسلمان را میفهماند چگونه خود را انسان نجات بدهد و دیگران را از خسارت و از هلاکت تام. اگر انسان بر این 4 قاعده عمل کنند برای نجات آنها کافی است. امام شافعی رحمه الله تعالی ابو عبدالله محمد ابن ادریس شافعی هاشمی قریشی، امام معروف صاحب مذهب چهارگانه، یکی از صاحبان مذهب است، بزرگ است، میشناسیم هممون، که فرموده آن لو ما انزل الله حجة علی خلقه الا هذه السوره لکفتهم، اگر الله برای خلقش هیچ دلیل نازل نمیکرد جز این سوره اصل برای آنها کافی بود. لو ما انزل الله نفی است، انکار کننده است، یعنی گفته است که اگر الله هیچ حجت برهان و دلیل ناظر نکرده باشد علی خلقه بر خلق است، بر خلقش، در اینجا مصدر مفید رو ذکر می نماید، اضافه میکنه علی خلقی به سوی خلقش، معنیش عمومی میگه تمام خلق در بر، تمام انسان در بر میگیرد. الا هذه سوره با وجود کوتاه بودنش با شدت اختصارش برای آنها کافی بود و در بیان شناخت این 4 مسئله و قول امام بخاری رحمه الله تعالی را میارد در صحیح خود در کتاب علم در صحیح بخاری رحمه الله میفرماید باب العلم قبل القول والعمل، باب در بیان این که علم پیش از سخن و عمل است. امام بخاری رحمه الله تعالی در صحیح خود در کتاب علم گفته است علم پیش از سخن و عمل است و دلیل آن قول الله سبحانه و تعالی در سوره محمد را آورده است فعلم انه لا اله الا الله، بدان که معبودی بر حق جز الله نیست و از برای گناهان خود استغفار نما. در این آیت جمع کرده شده است بین 2 چیز، علم و عمل. علم در سخن او سبحانه و تعالی فعلم، بدان، در اینجا الله اول علم رو ذکر نمود، اول علم رو انسان بیاموزد، سپس فرمود واستغفر لذنبک، از برای گناهان خود استغفار طلب نما، طلب استغفار نما. این که عمل است، این عمل است. پس اول علم ذکر شد، بعدن عمل. فعلم گفت خطاب به سوی رسول الله صلی الله برای تمام امتش قرار میگیرد، تمام امت رو در بر میگیرد. انه یعنی در حال بودن در حقیقتی که ذکر شده است این است که لا اله الا الله، نیست معبودی بر حق جز الله. واستغفر لذنبک این امر است، از برای گناهان خود استغفار طلب نما. پس فرموده الله سبحانه و تعالی فعلم انه لا اله الا الله، بدان که معبودی بر حق جز الله نیست، این اول علم. سپس فرمود واستغفر لذنبک، یعنی که از برای گناهان خود استغفار طلب، این عمل است. در این آیه کریمه دلیل است بر آنچه که مصنف مؤلف میخواست اثبات نماید، علم و عمل. علم مقدم از عمل است، سپس عمل. خطاب به سوی رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتیم برای تمام امتش این قرار میگیرد. امام شافعی رحمه الله تعالی در سوره عصر راه نجات عمومی را توصیف کرد برای ما، ایمان، عمل، دعوت و صبر. و امام بخاری رحمه الله تعالی با آیت فعلم نشان داد که پیش از عمل کردن شرط این علم آموختن است. پس بدونید که علم این زمینه اول تمام عبادت هاست که بر آن سپس عمل پیوست می شود. پس عمل به علم گمراهی است و علم به عمل ضلالتی است، گمراهی است، چون حجت برای خود انسان میگردد و صاحبش را در گمراهی و در ضلالت می افتاند. پس بدونید که ما نجات نداریم مگر با این چیزی که در اینجا ذکر شد، یکم علم، ایمان آوردن، معرفت الله، معرفت رسول الله، معرفت دین اسلام با دلیل ها، با اعتقاد جازم، عمل صالح با اخلاص و متابعت پیامبر صلی الله علیه و سلم، دعوت به سوی حق، به سوی قرآن و سنت با حکمت و موعظه نیکو و صبر در این راه. نفست را صبر بنما در آن چیزی که الله سبحانه و تعالی بیان کرده است، با آن کسانی که الله سبحانه و تعالی را شب و روز ذکر می نمایند، عمل می نمایند. یعنی